بچه کریستیانو ماسوی تو سوال داشتم. سوال اولی که چطور بلاش دامدی بازی تیم ملی فوتسال افغانستان از نزدیک نگاه کردی؟ و سوال دوم میگه که نظر به تجربه تگنو چطور بازی کرد و احساس تو نسبت به سعودی از ایگنو چطوره؟ در جواب سوال اول تو باید بگوییم که مگه موش آدم پس پرمشت بشه علی امی خودنشو هم شاید در جریان بشید که ما رگریشیم امزی کوبندای دایکندیه خاناخا دیل آدم بلده امی مردم میتپه امازو خاطر گفتم به این بچای قوم از نزدیک توخ کنم چکک بزنم بلدهشی. و در جواب سوال دوم تو باید بگوییم خانه پخش آباد طوفان کردن به خدا. اینا در جام جهانی هم که بخیر صعود کرد در اونجا هم درخشیش کنه انشالله. خاله میسیبراری کریستیانو میگه که ما رگریشیم از دایکندی از او خاطر آمدیم. نکنه تو ممزو قچرا هستی. یا مزو سیالونی تایی قل میا در رقمشی سیالداریش مزو دوره باباگون ما دمونجا تجوی پشتجوی داشته. نه ایرویشی سیاه ما دایکندی نیم. هری اولا قواره تو فرق کنه. علای دختر خاله نقل مرا پایین افتادی ما گفتم از دایکندی نیم اما اگر آش را پرسان کنی از ذره هستم. اشکالی مزاوره دوره عبدالرحمو بوده. قد از این سوال خو بچه را کتی و بار کدی.